به خوشنودی اهورامزدا. معنی اوستایی برساد. Meaning of برساد اوستا. فراگیری معنی اوستایی برساد می تواند به شما در بهتر یادگیری این اوستا کمک کند. همچنین دانستن معنی نام روزها و مفهوم گاه‌های نیایش و نام 5 روز پنجه که در اوستایی برساد آمده است بر هر زرتشتی بایسته است. دانستن معنی آنچه که به فراگیری معنی اوستای برساد کمک می‌کند. نام روزهای زرتشتی، گاه‌های نماز یا نیایش، 5 روز پنجه، 6 چهره گهنبار، هومیزد، پرزیزد، نیروسنگیزد. اوستای برساد. برساد و بپذیراد و بنوشاد، دادار و مست، پسند یزدان باد. پیاره وهان بساد. به خوشنودی معنی دادارو مست رایمند و خرومند. به خوشنودی معنی اورمست اواگاه سده ویسبی شام. رایمند به معنی نورانی، دارای شکوه و جلال و یکی از نامهای خداوند در دین زرتشتی است. خرومند یعنی باشکوه. دی به معنی آفریدگار هست. دی در واژه به معنی آفریدگار و دادار است. بر پایه نوشتاری که درباره سیروسه مزدایی آمد، یعنی همون نام سیروس که گفتیم که هر کدوم از اینها نامهای خدا هستند، این 3 دی که روزهای 8 و 15 و 23 هر ماه نامزد به ایشان است، دی به آذر، دی به مهر و دی به دین است. توضیح معنی اوستایی برساد. همونطوری که گفتیم این 4 روز اورمزد و اواگاه 3 دی که 3 دی ویسبیشام که دی به آذر، دی به مهر و دی به دین هستن، اینجا من با رنگ زرد براتون در نام‌های 30 روز مشخص کردم و هر 4 تاش نام‌های خداوند هستن. معنی دادار و مست. اوستای برساد. به خوشنودی مینوی بهمن و ماه و گوش و رام. بهمن یا وهمن به معنی اندیشه نیک است. نام فرشته نگهبان حیوانات سوپن. ماه یا ماونگه در بندهش آمده که در برگیرنده تخمه 4 پایان است. به بیانی بهتر نگهدارنده روان آفرینش است. گوش به معنی جهان، زندگی، هستی. گوشورون روان آفرینش که در گاتها یکی از نمادها یا فروزه های آفرینش مزدا اهورا که گوش نیز خوانده می شود. برخی از پژوهندگان گوشورون را تنها روان گاو یا نماینده همه 4 پایان می خوانند. رام یا رامن به معنی آرامش و نام ایزد هواست. پس این 4 روز که گفتیم بهمن، ماه، گوش و رام. روزهای نبر یا پرهیز از خوردن گوشت. این 4 روز که گفتیم بهمن یا بهمن، ماه، گوشت، رام، این 4 روز در واقع روزهای نبر هستند که ما از خوردن گوشت پرهیز می‌کنیم. چرا بهشون میگیم نبر؟ چون قبلا در زمان قدیم خود زرتشتیان گوشتی رو که می‌خواستن مصرف کنن خودشون می‌بریدن و از جایی خریداری نمی‌کردن. بنابراین اگر هر روزی که نمی‌بریدن گوشتی هم نمی‌خوردن. دنباله اوستایی برسید.
به خوشنودی مینوی اردیبهشت بلند و آذر و سروش و رهرام. اردیبهشت به معنی بهترین راستی و پاکی، آذر به معنی آتش و فروغ، سروش به معنی فرمانبرداری و رهرام به معنی پیروزی. نام روزهای زرتشتی توضیح معنی برسان. اینجا اردیبهشت که سومین روزه، اردیبهشت شمشاسفند، آذریزه و سروش و رهرام هر کدوم با رنگ سبز برای شما جاشون رو در نام سیروس مشخص کرد. اوستای برسان. به خوشنودی مینوی شهریور و خور و مهر و آسمان و انارام، انقر روشن گاه خود. شهریور یعنی شهریاری نیرومند، خور یا خیر به معنی آفتاب و خورشید، مهر به معنی دوستی و پیمان، آسمان که همون آسمان میشه، انارام روشنی بی پایان، فروغ. حالا توضیحش هم در شهریور شمشاسفند همونطور که میبینین 4مین روزه، خور یا خیر، مهر و آسمان انارام هم هر کدوم جایگاهشون مشخص شده روی نام سیروس. آسمان، شهریور و خور و مهر و انارام همکاران انقر روشن می باشند. انقران یا انقر روشن برترین بهشت یا جهان روشن اهورامزداست. دنباله اوستای برسا. به خوشنودی مینوی سپندارمست و آبان و دین و ارد و مانتراسفند. معنی اوستای برسا. سپندارمست به معنی مهر و فروتنی، آرامش افزاینده. آبان به معنی آبها، مایه هستی. دین به معنی وجدان، بینش درونی. ارد به معنی توانگری، دارایی. مانتراسفند به معنی کلام مقدس. توضیح معنی اوستای برسا. سپندارمست شمشاسفند همونطور که میبینیم 5مین روز هست از نام سیروس و آبانیزه 10مین روز، دینیزه 24مین روز و اردیزه 25مین روز، مانتراسفند هم 29مین روز از نام روزهای زرتشتی هستند. اوستایی برسان. به خوشنودی مینوی خرداد و تشتر و باد و فروردین. خرداد به معنی رسایی و کمال، تیر یا تشتر به معنی ستاره باران، باد به معنی باد و فروردین به معنی فروهر یا نیروی پیشرفت. حالا توضیحش اینه که خرداد شمشاسفند همونطور که می‌بینین اینا رو من این 4تا رو با رنگ زرد مشخص کردم. خرداد شمشاسفند 6مین روزه، تیر یا تشتر همونطور که می‌بینین 13مین روزه، فروردین 19مین روزه و بادیزه اونم 22مین روز از این نام سیروس در هر ماه هست. دنباله اوستای برسا. به خوشنودی مینوی امرداد و رشن و اشداد و زامیات. معنی نام روزها. امرداد به معنی بیمرگی و جاودانی، رشن به معنی دادگری،
80 به معنی راستی، زامیات به معنی زمین. توضیحش: خب این 4 روز امرداد و رشن و 80 زامیات با رنگ سبز جاشو براتون مشخص کردم. امرداد هم شاسپند که 7مین روزه همونطور که میبینین. رشن زد میشه 18مین روز. 80 زدم 26مین روزه. زامیادی زدم که 28مین روز میباشم. دنباله اوستای برساد به خوشنودی منوی هاون و رپیتمن و اوزیرن و ایوی سروترم و اوشهینگاه باد. گاه های نیایش نماز در دین زرتشتی: هاونگاه، رپیتمنگاه، اوزیرنگاه، ایوی سروترمگاه، اوشهینگاه. همین 5 گاه هستند. هاونگاه و رپیتمنگاه و اوزیرنگاه، این 3 گاه در زمان روز قرار میگیرن. این 3 گاه از طلوع یا برآمدن آفتاب تا نیم روز 12 ظهر میشه چی؟ هاونگاه. این فاصله میشه هاونگاه یا گاه هاون. از نیم روز تا ساعت 3 پسین، یعنی 3 ساعت از نیم روز گذشته میشه چه گاهی؟ گاه رپیتون یا رپیتونگاه. اینجا من با فعلش اینجا مشخص کردم برای شما، یعنی این فاصله. از ساعت 3 پسین تا فرو رفتن آفتاب، باز اینجا یه فعلش دیگه گذاشتم، یعنی این فاصله رو ما بهش میگیم اوزیرنگاه یا گاه اوزیرن. حالا 2 گاه دیگه ایوی سروترمگاه و اوشهینگاه، اینا در هنگام شب قرار میگیرن، در هنگام شب هستن. از فرو رفتن آفتاب تا نیمه شب، تا نصف شب، این فاصله ایوی سروترمگاه هست. ایوی سروترمگاه. از نیمه شب تا برآمدن آفتاب تا وقتی که خورشید طلوع کنه میشه چی؟ اوشهینگاه. اوشهینگاه. دنباله اوستای برساد به خوشنودی منوی گاه گاتابیو، اهنوت، اشتوت، سپنتومت، دوو خوشد و ایشتوش گاه با. 5 روز پنجه یا بهیزک: اهنوت به معنی بزرگی نام نخستین بخش از گاتاست. اشتوت به معنی خوشبختی نام دومین بخش از گاتاست. سپنتومت به معنی خرد افزاینده نام سومین بخش از گاتاست. وهو خوشد به معنی شهریاری نیک نام 4مین بخش از گاتاست. و ایشتویش هم به معنی بهترین آرزو که نام 5مین بخش از گاتای اشوزرتشت هستند. دنباله اوستای برساد به خوشنودی مینوی هومیزد، برزیزد و نیروسنگیزد، دهمان و وهان و آفرینیزد باد. هومیزد ایزد هومر در نسل ایرانیان باستان به عنوان خدای سلامت و تندرستی شناخته می شده است. هومیزد در سانسکریت سوما و در اوستا هوما نام گیاهی برجاوند و همچنین نام ایزدی بزرگ است. بر پایه بندهش که میدونیم کتابی هست که درباره دین زرتشتی نوشته شده، هوم سرور گیاهان است. برزیزد نام دیگر آن آبان است و آن نام همه آبها و نمود نیک اردویسور آناهیتا است. برز یا برزیزد یکی از ایزدان آیین زرتشتی محسوب می شود که بعدها اساطیر ایرانی نیز راه یافته است.
نیروس انگیزه. نام ایزد پیک و پیام‌آور مزدا اهورا. دنباله اوستایی برسا. به خوشنودی مینوی گاه گاهانبار، میدو زرمگاه، میدو شهمگاه، پیت شهمگاه، ایو سرمگاه، میدی آرمگاه و هم از پت میدیمگاه با. گهنبار یا گاهنبار یا جشن فصلی 6 بار در سال و هر کدام به مدت 5 روز انجام می شوند. نام چهره های گهنبار، معنی آنها، هنگام برگزاری آنها. میدو زرمگاه اولین چهره گهنبار به معنی میان بهار، روز خور تا روز دیبمه اردیبهشت ماه. میدو شهمگاه به معنی میان تابستان، روز خور تا روز دیبمه تیر ماه. پیت شهمگاه سومین چهره گهنبار، پایان تابستان، روز 80 تا انارام شهریور ماه، یعنی در ماه شهریور برگزار میشه. ایو سرمگاه به معنی اول سرما یا همون اول زمستان، روز 80 ضد تا انارامی ضد از ماه مهر. میدی آرمگاه به معنی میان زمستان، روز مهر تا برهرام از ماه دی. هم از پت میدیمگاه که آخرین گهنباره و در آخر سال برگزار میشه، به معنی برابر شدن شب و روز در روزهای پنجه انجام میشه، یعنی همون اهنوت، اشتوت، سپنتومت، ووخوشر و ایشتوش. دنباله اوستای برسا. به خوشنودی ملی امروز به روز پیروز و فراخ روزه. نام هر روزی که هست میگیم. ماه خجسته ماه، هر ماهی که هست و هر گاهی که الان داریم اوستا میخونیم همون گاه اونجا میگیم. هاون رفیق هر کدوم هست. برسا. پسند و پذیرفت دادارم مست باد، کامه باد، ایدون باد، ایدون ترش باد. اشنبهو یه بار هم اینجا اشنبهو رو میخونیم. دوستانی که مایل هستند ویدیوهای آینده را در مورد آموزش اوستا ببینند، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. ممنون و سپاسگزارم. آنچه من از معنی اوستای برساد آموختم، دی به معنی دادار است. 5 روز آخر سال که نام‌های 5 روز پنجه نامیده می‌شوند، نام 5 قسمت گازه‌های اشو زرتشت است. گهنبار 6 چهره دارد که در اوستای برساد از آنها نام برده شده است. پرزیزد نام دیگر آبان است. نیروس انگیزد نام ایزد پیک و پیام‌آور اهورامزدا است. برایم بنویسید که شما از معنی اوستای برساد چه آموختید. امیدوارم که این ویدئو به یادگیری معنی اوستای برساد کمک کرده باشد. شما می توانید پرسش ها و پیشنهادهای خود را در قسمت کامنت بنویسید. با سپاس.